بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب 48 سوالا في الصيام، یعنی 48 سوال آید روزه از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس ما آغاز می‌شود تحت سوال 30. ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا. در این مسئله یک سوال دیگه ما آمده که بود نزدیک به همینه. یک برادر اولاش گفته است که از اون میگویند میشن این خورده هم میگیرند میگوید. اینجا حکمش آمده است. خب چیست حکم خوردن و نوشیدن و مؤذن از اون گفته ایستاده است؟ یا که بعد از اذان بی وقت یسیر اندک کمتر دیگه هم دهنش تازه کرده آب می نوشیده، خصوصا وقتی برآمدن صبح دانسته نشود انیق تحدیدا، یعنی که بالضبط انیق ندانند توچنه. شیخ می‌فرماید که الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الاكل والشرب هو طلوع الفجر، یعنی حد، فهمیدید؟ حدی که فاصله است یا که قاعده که به طفیل این حکم کرده می شود که باید شخص روزدار از خوردن و نوشیدن خودداری کند، این برآمدنی یا که دمیدنی صبح است. فهمیدید؟ صبح که در آمد انمین حدی فاصل لقول الله تعالی، بنابر قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، اکنون شما به زنهای خود نزدیکی جویید و درخواست کنید آنچه را که الله سبحانه و تعالی به فایده شما کتابت کرده است، یعنی که فرزند طلب باشید در این وقت فرزند طلب کنید. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، و بخورید و بنوشید تا برای شما رشته سفید صبح از رشته سیاه شب انیق شدنه. مراد از رشته در اینجا یعنی که همون رشته سفید، یعنی که سفیدی صبح گفته شده است و رشته سیاهی تاریکی شب گفته شده است. خیلی که یک صحابه گفت که من دو تا رشته گرفتم، یک سیاه یک سفید، تگی بالشتم موندم و خوردم میگرفتم تا یعنی که رشته سیاه از سفید یا که سفید از سیاه فرق شده نشه، یکی میبینم بیرون نیست روز شده است. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم، گفتن که این بالشت تو خیلی بالشت کلام بود است که چی صبح، یعنی که سفیدی صبح و تاریکی شب بالش جا میگرفت است، یکی در تکش جا میگرفت است. یعنی مراد از این و این نیست، رشته نیست، این رشته نه. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنابر قول پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم می‌فرماید که کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم، یعنی بخورید و بنوشید، یعنی خوردن و نوشیدن دوام دادن گیرد تا از آن گفتنی ابن ام مکتوم. نماز چیه؟ دیده نماز نمیدونید. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، این فقط وقتی برآمدنی صبح از آن میگوید. گفتم صبح دمید نماز بامداد در آمد بعد از آن میگوید. فالعبرة بطلوع الفجر، یعنی اعتبار به برآمدنی یا که به دمیدنی به طلوع صبح است. فاذا كان المؤذن ثقة، اگر از آنگاه شخصی باوریناک باشد و یقول انه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، و میگفته باشد که و فقط وقتی دمیدن صبح از آن میگوید، فانه اذا اذن وجب الامساک، چون این کس از آن گفتن زمانه واجب است خودداری کردن بمجرد سماع اذان، امین شنیدن اذانش، فقط به همون شنیدن اذانش باید که انسان خودداری کند.
و اما اذا كان المؤذن يؤذن على التحري، اگر یعنی که از آن میگفتگی باشد علی التحری، یعنی به قصد، یعنی تخمینا وقت در آمد گفته، فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن. یعنی احتیاط خوب است که برای انسان چیکار کنه؟ خودداری کنه در وقت شنیدن اذان مؤذن. الا ان يكون في ريبه، مگر وقتی که در شک باشد. نه وای چه بریه، بارک الله فیک. الا ان يكون في بریه بودست، مگر در دشت باشد، دشت. و یشاهد الفجر، صبح خودش مشاهده میکردگی باشد، فانه لا يلزمه الامساک، شرط نیست یعنی آواز اذان شنیده چیکار کنه؟ خودداری کردن شرط نیست. ولو سمع الاذان، گرچنده که اذانم شنود، حتی یرى الفجر طالعا، تا خودش نبیند که صبح دمیده ایستاده است. اذا لم يكن هناك مانع من رؤيته، وقتی که به شرطی که در اونجا یگو مانع نباشد از دیدن صبح، یعنی که مثل ابر و تمنه و دیگه چی. لأن الله تعالى علق الحكم على تبيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، زیرا که الله سبحانه و تعالی حکم رو وابسته به انیخ شدن رشته سفید صبح کرده است از رشته سیاه شب. و نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فی اذان ابن ام مکتوم، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اذان ابن ام مکتوم گفت که فانه لا یؤذن حتی یطلع الفجر، این فقط وقتی که صبح دمد بعد از اون میگوید. گفته یعنی با برآمدن صبح این حکم چیکار کرد؟ تعلق کرد، وابسته کرد. و اننی انبه هنا على مسئله یفعلها بعض المؤذنین، در اینجا یک مسئله هستی که من باید که این تنبیه کنم. این مسئله از بعض مؤذن ها صادر می شود، و هی انهم یؤذنون قبل الفجر ب5 دقائق او 4 دقائق، زعم منهم ان هذا من باب الاحتیاط للصوم. بعضی مؤذنان چیکار میکنن؟ پیش از نماز بامداد 5 دقیقه پیش یا 4 دقیقه پیش به گمان این که این از باب احتیاط است برای روزه چیکار میکنن؟ از اون میگویم. و هذا الاحتیاط نصفه بانه تنطع، یعنی این نمود احتیاط ما وصفش چنین میگم که این تنطع میگویم. تنطع معنی چیه؟ یعنی از حد گذری، وليس احتیاطا شرعی، این احتیاط شرعی نمیگم، این از حد گذری میگویم. وقد قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد چنین شخصای تجاوزکار از حد گذر گفتن که هلك المتنطعون، یعنی که هلاک باد به همون کسانی که چی متنطع هستند، از حد گذر هستند. و هو احتیاط غیر صحیح، این احتیاطی نادرست است. خیلی که در بعضی شهرهای تاجیکستان هم چیکار میکنن؟ نماز شما چنان دیر میخونن، نماز چه خفتن چنان دیر میخونن، در این حین باید اطاعت کردن لازم نیست. لانهم ان احتاطوا للصوم اساءوا للصلاه، اگر اینا برای روزه با احتیاط میکردنی باشن در حق نماز با بدی میکنن. فان كثيرا من الناس اذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، بسیار آدم‌ها هستن که از آن شنیدن زمانه خسته چیکار میکنن؟ نماز بامداد میخونن، بعد چی میشه نماز اینا؟ و حينئذ يكون هذا الذي قام على سماع اذان المؤذن الذي اذن قبل صلاه الفجر يكون قد صلى الصلاه قبل وقتها. در این حین میگه اون کسی که به شنیدن اذان مؤذنی که پیش از نماز بامداد از آن گفته است، خسته نمازش خواندگی میشود به کدام طرز؟ از وقتش پیش. خب بولید و الصلاه قبل وقتها لا تصح، نماز پیش از وقت درست نمی شود. و فی هذا اساءة للمصلين، این بدرفتاری است نسبت نمازگزاران. ثم ان فيه ايضا اساءة، فيه ان اساءة الى الصائمين، در این همچنین بدی است که بدرفتاری است نسبت روزدارها. لانه يمنع من اراد الصيام بتناول الاكل والشرب مع اباحه الله له ذلك، یعنی اون کسی روزدار هم چیکار میکنه؟ کسی که خوردن و نوشیدن میخواد در برابر الله برایش اجازه بخشیدن اینم خودداری میکنه، از اون شد گفته بس میکنه حالا وقته.
فيكون جانيا على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم. این جنایتکار میشد، ناحق میشود در حق روزدارهایی که و یا را منع میکند از چیزی که الله برایشان اجازه بخشیده است. و علی المصلین حيث صلوا قبل دخول الوقت و ذلك مبطل لصلاتهم. و این جنایت میشد در حق نمازخوانان که و یا نمازشون پیش وقت میخوانند یا که خواندند، این باطل است برای نمازشون. فعلى المؤذن ان يتقي الله عز وجل. برای همون مؤذن باید که از الله عز وجل تقوا کند، باید که مؤذن تقوادار شود، نه اینکه هر یک کوچه در یک بندی تا هر یک دیوونه هنگی بنگر میبرن. بعضی امامای احمق چیکار میکنن؟ مؤذن میمونن بابا به این جنگ میکنه، بابا جمع با مقابل سنت و بابا در بعضی جا دیدم من خیلی مؤذنایی چه احمقی دیوونه را آورده در مسجد چیکار کردن؟ مؤذن اینا از الله نمیترسن. و ایمشی فی تحریه للصواب، باید که تلاش و کوشش کند چه با تغریگی على ما دل علیه الكتاب و سنت. تغریگی به همان چیزی است که به همان کتاب و سنت دلالت کرد، نه به زوری و نه به یعنی که سرکشی و نه به دیوانگی. نکتفی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.